سلام دوستان عزیز، شهبال شبپره هستم. انشالله همتون خوب و خوش باشین. دورم دیگه تو سوئد خیلی برنامه ریزی کرده بودیم با رامین جان و با تمام این گروهی که این برنامه قشنگ رو گذاشتن برای 22 28 و 29 تو سوئد. من سعی کردم که برای بچه ها همه رو آماده کردم، آهنگای جدید اون آماده کردم، گروه جدید آماده کردم، ولی میدونید که زندگی بالا پایین داره. یه دفعه رفتم دکتر بهم گفتش که آپاندیس چک داره میکنه، چک کرده اوردی البته و خطرناکه واسه مسافرت کنی، این باید حتما تو این هفته عمل بشه. وقتی هم که عمل میشه آپاندیس اینجوری دیگه زیاد راه نمیتونی بری، واسه مواظب باشی. یه 20 روز یه ماهی اینه که درست افتاد به این تاریخ ها. من از تمام دوستان، تمام طرفداران معذرت میخوام در صورت، ولی کم یه چیزی هست انشاءالله بلافاصله که خوب شدم با بچه های جدید، با گروه جدید، آلبوم جدید حتما خدمت میرسم. از رامین جانم خیلی تشکر میکنم، اینقدر زحمت کشید با عرض معذرت، ولی انشاءالله به زودی زود خدمت همتون میرسم. اونجا میام با گروه جدید گفتم و انشاءالله با رامین جان اینا یه برنامه قشنگی براتون درست میکنم. خدا نگهدار همتون تا دیدار بعدی.